خلاصه در برگردیم به همون بحث شیرین دستشویی. آخه من ناراحتم از این بابت واقعا. ما شیر توالت همون هم مشکل داریم. وا میکنی یهو فقط چک قطره. خب با این چجوری میشه طهارت گرفت؟ بعضی از شیر توالت ها هست شما میپیچونی 10 دور 20 دور، تو دور 30م یهو ببین یعنی همه جا رو میشوره الا اون جایی که باید بشوره. من نمیدونم این چه بسیه، یکی نیست اینا رو بررسی کنه. بعضی از این شیلنگ باریکام اومده تا وا میکنی سیخ همینجوری میزنه، سنگ و سوراخ میکنه، میره از کابین بغلی در میاد اونو میشوره عوضی که تو رو بشوره. اینقدر قدرتش بالاست. یعنی ما زندگی آخه داریم چی کار داریم؟ کلمه What is this?